به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست ماشین بازی. من محمد رضا داوودی هستم و توی این قسمت میخوام راجع به یه چت بات چینی که با اومدنش کلی غوغا به پا کرده باهاتون صحبت کنم. توی روز عرضه این چت بات سهام شرکت انویدیا که سازنده پردازنده‌های گرافیکی هست 18% افت کرده و تقریبا همه خبرگزاری‌های معتبر جهان و افراد صاحب نام حوزه هوش مصنوعی به این قضیه واکنش نشون دادن. همچنین در اندک زمانی پردانلودترین نرم افزار تلفن همراه در اپ استور شد. و به عنوان نمونه خبرگزاری واشنگتن پست یه پادکست زیرمجموعه داره به اسم هارد ورک. بعد از این اتفاقات برخلاف زمان مقررشون یهویی اومدن و یه پادکست اضطراری دادن. اما بریم بررسی کنیم ببینیم این چت بات چه قابلیت‌هایی داشته که واکنش همه رو برانگیخته. اول از همه میخوام راجع به شرکتی که این محصول رو ساخته صحبت کنم. شرکت های فلایر در قالب صندوق پوشش ریسک با همکاری فردی به نام لیانگ ون فنگ توی سال 2016 پایه‌گذاری شد. همین فرد جولای سال 2023 یه استارتاپ به اسم دیپسیک راه اندازی کرد و بهترین فارغ التحصیل‌های دانشگاهی رو از دانشگاه‌های برتر چین با حقوق‌های بالا استخدام کرد. همچنین تو شرایط محدودیتی که چین داره از لحاظ اینکه بتونه پردازنده‌های گرافیکی بخره، هزاران پردازنده گرافیکی از شرکت انویدیا خریدن. سرمایه تأسیس شرکت رو هم از همون شرکت های فلایر که صندوق پوشش ریسک بود تامین کردن. تا اینجای کار همه چیز عادی به نظر میرسه، ولی واقعا چی بوده که این چت بات رو متمایز کرده؟ بریم با هم دو جنبه رو بررسی کنیم. اول جنبه‌ای که کاربرهای عادی دیدن و بعد جنبه‌ای که متخصصین حوزه هوش مصنوعی با اون مواجه شدن. کاربرها بعد از تموم شدن تعطیلات کریسمس در 10 ژانویه این نرم افزار رو توی اپ استور مشاهده کردن. در نگاه اول یه چت بات معمولی بود، ولی وقتی استفاده کردن دیدن خیلی خوب به درخواستاشون جواب میده و غیر از اون هیچ تبلیغی هم بهشون نشون نمیده. بعضیا همینجا اونو جایگزین چت جی پی تی کردن. 10 روز بعد یه قابلیت جدید به نرم افزار اضافه شد به اسم قابلیت استدلال که توی چت جی پی تی هم به عنوان قابلیت پولی وجود داشت. این قابلیت نشون میده که مدل دقیقاً چجوری داره جواب شما رو تولید میکنه. این بار به صورت رایگان از طریق این نرم افزار میتونستن به این قابلیت دست پیدا کنن. وقتی شما میبینی که مدل با چه روندی اومده و جواب شما رو تولید کرده، خیلی بهتر میتونی باهاش ارتباط بگیری و گفتگوی شما خیلی مفیدتر خواهد بود و زودتر به جوابتون میرسید. بریم سراغ چیزایی که متخصصین باهاش مواجه شدن. این استارتاپ بعد از انتشار مدل یک گزارش منتشر کردن که توش راجع به جزئیات کارشون نوشته بودن. نکته خیلی مهم این گزارش هزینه تمام شده و تعداد پردازنده‌های گرافیکی استفاده شدهشون بود. تعداد پردازنده‌های گرافیکی مورد نیاز برای آموزش مدل‌هایی مثل چت جی پی تی حدوداً 16000 تاست. این استارتاپ توی گزارشش گفته که فقط از 2000 تا پردازنده استفاده کردن. چطوری همچین کاری ممکن شد؟ اونا به جای اینکه یه مدل به اصطلاح همه چیز دون داشته باشن، اومدن مدل‌های کوچیک‌تر ولی متخصص رو توسعه دادن و بعد همه رو به هم متصل کردن. همین اتفاق باعث کم شدن هزینه‌هاشون شده و به جای چند میلیارد دلاری که امریکایی‌ها فکر می‌کردن برای آموزش مدل‌های جدیدشون نیاز دارن، فقط 5.5 میلیون دلار هزینه کردن. این یعنی 10 برابر کمتر از چیزی که شرکت متا یا فیسبوک سابق برای آخرین فناوری چت باتشون خرج کردن. قاعدتا وقتی جهان متوجه میشه با 1/8 تعداد پردازنده‌هایی که فکر می‌کردن میشه یک مدل چت بات هوش مصنوعی آموزش داد و بالا آورد، انتظار میره تقاضای شرکتی مثل انویدیا که وظیفه ساخت اونها رو داره کاهش پیدا کنه و این دلیل اصلی افت سهامشون بود. اینجا جالبه که این موضوع رو هم بگم، مقاله‌ای که می‌خواستم بگن این موضوع خیلی هم بغرنج نیست، به جای کلمه افت سهام از کلمه اصلاح سهام استفاده کرده بودن. ما با هم دلیل پایین اومدن هزینه‌ها و دلیل کم شدن تعداد پردازنده‌های گرافیکی رو بررسی کردیم. ولی یکی از سوال‌هایی که وجود داره اینه که داده‌های آموزششون رو از کجا آوردن. این سوالیه که وجود داره و بحث‌های مختلفی الان در حال انجامه که میگن از چت جی پی تی استفاده کردن. هیچ اثباتی برای این موضوع وجود نداره، ولی خب به عنوان یک فرضیه عنوان شده. خب حالا با توجه به همه اینها یا دیگه پردازنده گرافیکی نیاز نیست؟ چرا؟ هست. هنوزم برای استفاده کردن از این مدل‌ها و کارهای تحقیقاتی حتی اگه نخوایم آموزششون هم بدیم، نیاز به این پردازنده‌ها داریم. این افت یا اصلاح سهامی که گفتیم فقط به خاطر انتظار کم شدن تقاضا بوده، نه قطع کامل تقاضا. راجع به متن باز کردن آخرین فناوری‌ها همیشه بین امریکایی‌ها بحث وجود داشته که آیا کار درستی هست یا نه.
اونایی که موافق متن باز کردن اینجور فناوری‌ها هستن معتقدن که اگه چینی‌ها مدل‌هاشون رو عرضه کنن و امریکایی‌ها این کار رو نکنن، این نگرانی وجود داره که شرکت‌های امریکایی از مدل‌های چینی‌ها برای پایه کاراشون استفاده کنن و این مورد رو خطرناک میدونن. از طرفی مخالفین متن باز کردن مدل ها میگن اگه مدل ها برای عموم عرضه بشه هیچ تضمینی وجود نداره که فردا روز این مدل ها علیه خودمون استفاده بشن. همچنین ممکنه هر فردی بیاد و مدل خودش رو بر پایه مدل منتشر شده و اطلاعات غلط توسعه بده و جهانیان رو با چالش روبرو کنه. در کنار همه این تعریف‌هایی که از مدل کردیم، خوبه بدونیم که مدل به شدت سانسورهای سیاسی داره و اگه در مورد چین و مثلا اختلافاتی که با هنگ کنگ داره ازش سوال بپرسیم، میگه که توانایی پاسخ به اینجور سوالها رو نداره. همچنین امریکاییان نگران درز اطلاعات مهمشون از طریق این مدل هوش مصنوعی شدن که نکنه داده‌های مهم ما به راحتی در اختیار چینی‌ها قرار بگیره. اونچه که صحبت شد راجع به یک مدل چتبات هوش مصنوعی با کیفیت ولی غیر ایدئال چینی بود که صدای خیلی ها مخصوصا امریکایی‌ها رو در آورده. جالب اینا هم اضافه کنم متخصصین هوش مصنوعی به اندازه خبرگزاری‌ها نگران برنده شدن چین توی این بازی نیستن. اونا معتقدن که همین الان چین داره از فناوری‌های استفاده میکنه که امریکایی‌ها اونا رو توسعه دادن و صرفاً ارائه دادن یک مدل که خیلی هم از اون استفاده نشده توی صنعت ریسک بزرگی رو ایجاد نمیکنه. کلاً انگار بیشتر جزو پازل جنگ اقتصادی چین و آمریکا قرار میگیره. ما خیلی از این بازی ها دور ایستادیم و صرفاً نظاره‌گر این بازی هستیم. امیدوارم تونسته باشم برای مشاهده این بازی دید بهتری به شما داده باشم. این اپیزود و اپیزودهای دیگر رو میتونید از کست باکس و یوتیوب گوش بدید. خدا یار و نگهدارتون.